دوستانم سلام، سیج هستم و این 4مین ویدیوی یوتیوب منه. دیدن از صبح یا بهتر بگم از دیشب مشغول این فکر بودم که برای ویدیوی 4م چی کار باید بکنم. چون دارم میخوام که محتوای این چنل از خودم باشه، از مسیرم و چیزایی که در واقع میری و تلاش میکنی تا مقصدت از طریقش پیدا کنی. یعنی واقعا دقیقاً اثر خودم باشه، میدونین؟ یعنی یه سری چیزا باشه ولی اوایل پیج اون انسجام درونی منو حفظ کنه. خیلی ذهنم درگیر این قضیه بود و تصمیمم همین بود که بیام و در مورد یه قضیه، یه ایده 3-4 روز داخل ذهنم حرف بزنم. رفتم پلیو بزنم که ازم فیلم بگیره برای کارشه. یه خانم اومد و این شکلی بودم که بعد دو به شک بودم که آقا ویدیو بگیرم نگیرم یه جوریه. ولی میدونیم این لحظه یه صدایی داخل ذهنم شروع به حرف زدن کرد. همون صدایی که وقتی رفیق صمیمی آدم به کمکش نیاز داره و شروع به حرف زدن میکنه. بعدش هم به خودم گفتم ساجدش این آدما اگه فردا تو رو داخل خیابون ببینن کسی قرار نیست تو رو بشناسه یا صورت رو یادشون بیاد. مگه تو خودت وقتی میری کافه، وقتی میری تو خیابون واقعا به چند نفر دقت میکنی؟ یعنی چند نفر یک کار عظیمی هم حتی اگه انجام میدن که نظرتو جلب میکنه چهرهشون یادت میمونه که داری عملا افسار آزادی و رهایی و اصیل بودن خودت تو جسم خودت تو پوست خودت رو میدی دست یه نفره. و بعدش هم مگه این فقط به حرف زدن منتهی میشه؟ تو میخوای یه لباسی که دوست داری بپوشی، فکر میکنی همه نگاه‌ها رو آزادی از دست رفته. تو میخوای یه حرفی و حالا یک جای دیگه بزنی، ویدیو گرفتن نه، میخوای داخل کلاست بزنی و فکر میکنی با گفتن اون نظر همه تا ابد یادشون میمونه چی گفتی و قرار قضاوتت کنن. آزادی از دست رفته، اصالت از دست رفته. و در نهایت تمام چیزی که میخوام بگم همینه. افسار آزادیتون رو دست کسی ندید.